سلام به همه داداشای گیمر. امروز میخوایم 3 تا تنظیمات خیلی خفن رو با هم یاد بگیریم که اگه درستشون کنیم توی بازی راحت‌تر میتونید دشمن رو بزنید و حرکاتتون سریعتر میشن. اینا پایه حرفه‌ای بازی کردن هست. طرفت اول فعال کردن آلویز اسپرینت، مسیر فعال‌سازی، ستینگ، بیسیک، آلویز اسپرینت. با روشن کردن این گزینه شخصیتاتون همیشه خودش میدونه تمرکزتون میره روی فایت و فرار مخصوصا توی مولتی پلیر. ترفند دوم، تنظیم اسلایت مود روی تب، مسیر فعالسازی، ستینگ، بیسیک، اسلایت مود. بذارین روی تب، فقط با یه ضربه اسلاید میزنین توی درگیری ها خیلی سریع میتونین واکنش بدین. ترفند سوم، فعال کردن گرنید، مسیر فعالسازی، ستینگ، بیار مود، گرنید. با روشن کردن این گزینه نارنجک ها رو بدون باز شدن منو پرت میکنید. تو لحظات حساس خیلی کاربردیه. اگه این تنظیمات رو فعال کنین بازیتون حرفه‌ای‌تر میشه. پس لایک یادتون نره، یه کامنت خفن بذارین و حتما سابسکرایب کنید.